інкас намояндаи гурӯҳи 24 ва чӣ гуфтам мумкин аст барои ки барномаи мо мебошанд ва дар дигар барномаҳо низ иштирок мекунанд. Агар иҷозат бошад қабул кунем. Қабул кардем хаёл. خب سلام علیکم. اکمل هستم. خوش آمدید به برنامه ما. برنامه رو میدونید به فکر سلام. یار برنامه تو خوش آمد داخل شده. ما برنامه‌ای که با من خوش نمیاد داخل نمیشه. بفرمایید. بسیار یک موضوع خوب راستی برداشتین، یعنی که جامعه بی‌سواد وقتی که ملت جامعه بی‌سواد موند، گویم که حالا احوال نمی میشه و در دست لپوتکا جورو گویم که کوچروی و از بی‌سوادی با هر راه دست میزنن. یعنی که خیلی کس ما میبینیم دیسکاتیکا و ماینوشی و روزی دراز، این همش از بی‌سوادی میشه. در اینجا برادر شهاب‌الدین شجاع هم یک چند چیز خوب قید کردن. اصلا گیریم اگر جامعه ما مثال گیریم چرا بی‌سواد میشود، اکثر استودنت های ما، من اول منظرت میخوام، من در راه هستم اما وقت که اکثر استودنت های ما داخل میشوند این یا اون اینستیتوت، یعنی مردها. یکی از سببش گریختن از ابله و یعنی نرفتن از خدمت است. خیلی که برادر شهاب‌الدین شجاع در اینجا قید کردن معلم که مثال گیریم خداشون در اونجا نامشون هست روسیه میروند. یعنی اونو برای چی روسیه میروند؟ برای آنکه این کانترکت پلاتیت کنن و امو زاچات اگزامین پلاتیت کنن و باقی با در خود چون 4 تنگه کار کنن و پریت هم در سوابادا باشن، در خدمت نه. یعنی که حکومت تاجیکستان هم خیلی کرد که ما بسیار آدم هم میدونم شخصا دودرای خودم جانای خودم گرفته از ابله و استودنت چیدگی هستن، نه اینکه با خواهش خودشان یا با این یا با آن کس ذوق داشته باشند. وقتی داخل میشوند این یا آن اینستیتوت یا که دانشگاه، برای او را مهم نیست او کسب چی هست، او میخواه او کسب یا اینکه نمیخواه، برای او را یگان مهمیت نداره. لیش با داخل شوه، ارزان تر باشه و خدمت نبره. این اولین چیز است. دویمین چیزی که معلم در اینجا برادر شهاب‌الدین شجاع قید کردن با طرز آدابیش، یعنی گراماتیکش قطعی و ما اینا با طرز لهجوی میگو. نداشتنی شرایط معلم، یعنی چه خیلی است معلم درس میروه از طلبه وضعیت بگیره زندگیش بره و دانش تیه یا اینکه کلا دانش نابود شوه. برای معلم دو انتخاب است، یا اینکه از طلبه رشوه میگیری بفروشی امضا و زاچات اگزامینه زندگی تا میبری و کروپسی هم باشه کم طلبه با سواد میشوه، یا اینکه دیگر کار کردن نمیتونی از پای زندگیت میشه کلا طلبه بی سواد میشه. ما اول میگن در یک مطلب است از گوهره تا گور علم میگن، در ما برعکس شدگی است، از گوهره تا بگور وضعیت کشیدگی است. از گوهره تا بگور وضعیت که، یعنی که امیره تبدیل دادن با پاره، از گوهره تا بگور با پاره هست مادر. همین وقتی که یک مادر یک زن حامله دار میشوه دکتر سر میکنه از ستاندن رشوه به پول نیست، در جایی که او را به پول تواب نگاه کنن که فرزند به دنیا آمده ایستاده است، رشوه ستانی را سر میکنن. اوجه او کودک تا تولد چیدن یک 200-300 دلار در حق او پدر و مادر رشوه میتن. تولد چیدن بعد رشوه، صدیق رشوه، مکتب میانه رشوه، اینستیتوت رشوه. او کودک میگن که پرنده در هلچه دیدگیش میکنن. یعنی که سیمین چیزی که ما از سواد دور موندیم، از پیشروی دور موندیم، هر یک ساحه ده، هر یک راه ده باید موتیواسیا داده شود برای انسان. وقتی که اگر ما چاره‌بینی ها می داشتیم که دانشجویان بهترین مثال گیریم توفه ها می گرفتن، خانه ها می گرفتن، ماشین ها توفه می گرفتن برای دانشجو طلبه ها، مثال گیریم
خواندن‌های بپول در خارجه و در داخله بپول توفه‌ها می‌گرفتن. اگر همه کوشش میکرد که بخونه، وقتی خونده این مکتب سادی که خونده، اینستیتوت خونده، مکتب چه بود کده، اینستیتوت چه بود کده، آخر در دستت لپوتکه میشود. شیار طلبگان چی است؟ شیار طلبگان چی است؟ چه میکنی خونده سراونو روسیه میره. برای ما روسیه را موتیواسیا کدگی هستند. طلبه دا پدر خونه میآید، سینی فرزند سینی 3 یا 4 مکتب میخونه، برای فرزند موتیواسیا خوب میته، میگه که بچم تست مکتب بود که روسیه میبرم. او تو کلان شیدن در داخل پیش همسنفاش دکو ما کلانشم قطعی اتم میرم، خدا خود 3 سال 4 سال دیگه میخونم که قطعی اتم میرم. او شبی خوابشم مسکو دست، بیداریشم روسیه است، همراه آتش وعده میته، آپلت میخره، مسکو میریم کار میکنیم. ما پدرها خودمون فرزندا را موتیواسیا در اویله دادن نمیتونیم برای خانش فرزند. ما فرزند ذوقمند کردن ده پول دادن در کار است. یک سال زمان همیشه است، یک لباسی زیبا خریدن در کار است برای او، یعنی که یک موتیواسیا دادن در کار است برای خواندن فرزند. وقتی در حالت ما اویله های موتیواسیا را نمیتیم، ما موتیواسیای مردیکاری میتیم برای فرزند. تست بخوام کلانشم مسکو میبرم، این همین نه بود که کو پاسپورت کلان میکنم مسکو میبرم، یک تاش مسکو میبره فرزند چه دیگر بگیم که انا او را فلانی را دیدی بچه‌ش برده است، انا او جورم رفت ما هم قطعی اتم میرم. یعنی که یک ما همو تسبی جوان با یک طرف علم روان کردن یا تسبی فرزند را، ما همون تسبی فرزند همون بگیم انرژی فرزند ما طرف مردیکاری غلامی روانه میکنیم، یعنی او تصوراتش او طرف میشود. ما اینجا مینوس در معارف هم داریم و مینوس در اویله ها هم داریم. برای چی؟ برای که ما وقتی خورد بوده از خودم اگر بگم کلان شاید چی میشه؟ بایویک میشم. برای چی؟ برای که ما میدیدیم بایویک ها ماشینای زور 99 های تیوم نکدگی автомат پیستالت در براشون در لبای جو گپ میزدن، گپاشون شکرچای واری میگذشت. ما تصورات همون بود که ما کلانشیم بایویک میشیم، یعنی که دیگه خواندن در کار نبود برای ما. ما از چوب و تخته و پیستالت автомат ساخته در کوچه ها فرمای لباسای وینی های همو اکا و امکی همونه بریده مایده کده دوزونده در تنها پوشیده خودمون بایویک احساس میکردیم. ما این طرف موتیواسیا گرفته کلان شدیم. انا بعد از بایویک اداشی دوزی موتیواسیای مردیکاری روسیه قطعی گوده که کلان شده است. اینجا پیلوس هم مینوس هم معارف داره کلان گولکارا، یعنی که خواننده ها را آزمون ها ما نمیگذرانیم، توفه ها نمیتیم، یگون چیزی که دیگراش جلب شود. و از یک طرف دیگر موتیواسیای روسیه میتیم، یعنی که جمع مینوس از هر دی طرف میبینیم، از یک طرف نه. این نگاه ما بود و فکر ما بود. انا تشکر زیاد که یعنی خیلی برنامه خوب آماده کردین خانم معظم کن. تشکر. ان شاءالله که امیدوارم از یوتیوب پیگیری میکنیم شما را و با تمام هموطنان گفتنی هستم که اگر که شما خواهین که بازم هم خیلی برنامه ها شوه، یعنی که در این کانال یک موتیواسیای خودتون بتین، یعنی که یک قوه خودتون تدبیسات سا لایک پادیلیت کامنت ها فکرهای خوب جالب نویسین که تو که یک برنده الهام گیره و باز برای شما یک برنامه خوبی دیگر سازه. با همتون تشکر. بگیم که تو برنامه دیگر تون بازم انتظار میشیم. تشکر به شما تشریف آوردین، نظر خود رو بیان کردین. تو برنامه دیگر اگر که یگون نظر داشته باشید وارد میشوید. تشکر. سلامت.